چرا بعضی آدما با کم حرفی کاریزماتیک ترن؟ راز رواقی ها. تا حالا دقت کردی بعضی آدما هرچی بیشتر حرف میزنن، هرچی بیشتر میخوان دیده بشن، کمتر جدی گرفته میشن. ولی یه نفر دیگه وارد جمع میشه، نه شوخی خاصی میکنه، نه زور میزنه برای جلب توجه، اما فضا ناخودآگاه سمتش میچرخه. این جذابیت نه از اعتماد به نفس مصنوعی، نه از فن بیان نمایشی. این یه چیز قدیمی تر از روانشناسی مدرن. رواقی ها 2000 سال پیش فهمیده بودن جذابیت با اضافه کردن ساخته نمیشه، با حذف اضافه ها ساخته میشه. تو این ویدیو از کانال نکس مایند میخوایم 6 اصل رواقی ساده ولی عمیق رو بررسی کنیم که باعث میشه بدون فیلم بازی کردن آدما ناخودآگاه جذب حضورت بشن. 1. گوش دادن به جای منتظر نوبت بودن. بیشتر آدما وقتی کسی حرف میزنه در واقع گوش نمیکنن، دارن تو ذهنشون جواب آماده میکنن. طرف میگه دارم گیتار یاد میگیرم، تو سری میپری وسط آره منم فلان سازو زدم. اینجا دقیقاً جذابیت میمیره. رواقی ها میگفتن فقط یه کار بکن، بگو بیشتر برام بگو و بعد ساکت شو. اپیکتوتوس میگه ما 2 تا گوش داریم و یه دهن، برای اینکه 2 برابر چیزی که میگیم بشنویم. وقتی واقعا گوش میدی، طرف موقع خدافزی نمیگه اون چقدر باحال بود، میگه من کنار اون حس مهم بودن داشتم و این جذابیت واقعیه. 2. شجاعت گفتن نمیدونم. وقتی ازت سوال میپرسن که جوابشو بلد نیستی، مغز سریع میگه یه چیزی بگو، فقط خنگ به نظر نیا. ولی تظاهر همیشه لو میره. رواقی‌ها یه کار ساده میکردن، آروم میگفتن نمیدونم، نه با خجالت، نه با توضیح اضافه. سقراط میگفت دانش از جایی شروع میشه که غرور تموم میشه. کسی که جرأت داره بگه نمیدونم، وقتی هم که حرف میزنه میشه بهش اعتماد کرد. 3. همدلی بدون نصیحت. وقتی کسی از دردش میگه، ما سریع میخوایم درستش کنیم. میگیم واسه منم پیش اومده، باید فلان کار رو بکنی، این که چیزی نیست. ولی واقعیت اینه، طرف راه حل نمیخواد، دیده شدن میخواد. فقط بگو خیلی سخت به نظر میاد، نه قضاوت، نه نسخه پیچی. مارکوس اورلیوس میگفت با دیگران مدارا کن، حضور آرومت بیشتر از 1000 نصیحت اثر داره. 4. قدرت سکوت. بیشتر آدما از سکوت میترسن. یه لحظه مکالمه ساکت میشه، سریع فضا رو با حرفی پر میکنن. اما رواقی‌ها میگفتن سکوت ضعف نیست، کنترله. سنکا میگفت سکوت درسیه که با رنج زیاد یاد گرفته میشه. وقتی از سکوت فرار نمی‌کنی، حرفات وزن پیدا میکنن. 5. دیدن آدم، نه فقط کارش. مرسی یعنی کارت رو دیدم، اما وقتی میگی قدرت رو میدونم، داری خود آدم رو میبینی. مارکوس اورلیوس هر روز به آدم‌های اطرافش فکر میکرد، نه به کارایشون، به این که چجور آدم‌هایی هستن. همین پیوند میسازه، نه معامله. 6. آزادی با گفتن نه. سخت‌ترین کلمه ولی آزاد کننده ترین. هر بار از روی عذاب وجدان میگی آره، داری یواشکی به آرامشت میگی نه. اپیکتوتوس میگفت اول بفهم چی میگی، بعد بگو. مرز گذاشتن آدما رو دور نمیکنه، فیلترشون میکنه. وقتی بدونی نت واقعیه، آرت هم ارزش پیدا میکنه. جنبندی نهایی. جذابیت تکنیک اجتماعی نیست، بازتاب شخصیت توه. کنجکاوی برای گوش دادن، تواضع برای گفتن نمیدونم، آرامش برای سکوت و شجاعت برای محافظت از وقتت. حالا تو بگو، کدوم یکی از این 6 اصل رو میخوای از همین الان تمرین کنی یاد بگیری؟ تو کامنت ها برام بنویس. و در آخر منابع علمی که ازش استفاده شده رو براتون تو دیسکریپشن میذارم. اینجا نکس ماینده و تا ویدیو بعدی فعلا مخلص.